سرخط خبرها ادامه بازداشتی ایانبکوف ها عذرخواهی بلاگران از مردم و اعتراضگران در مغولستان استعفای حکومت را طلب دارند. سلام، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 6 دکبر. یکی از نزدیکان دیگری طالب ایانبکوف فرمانده سابق و از افراد بانفوذ در بدخشان را بازداشت کردند. قربانجان ایانبکوف 33 ساله برادرزاده طالب ایانبکوف را روز 1 دکبر در مرز روسیه با اوکراین دستگیر نموده به تاجیکستان استرداد کردند. در این باره نزدیکان ایانبکوف به رادیو آزادی خبر دادند. به گفته آنها قربانجان 1 سال باز در روسیه قرار داشت. بعد تعقیب و بازداشت چند عضو این خانواده او بارها تلاش فرار و عبور مرز روسیه را کرده بود اما موفق نشد. بعد حادثه های خاروق چند نفر از پیوندان طالب ایانبکوف دستگیر و به سالهای طولانی روانه زندان شدند. خود طالب ایانبکوف و پسر کلانی او حکم ابد گرفتند و پسر دیگرش 20 و 29 سال و برادرانش برای 30 سال محکوم به زندان شدند. مرافعه ایانبکوف ها مثل اکثر مرافعه فعالان بدخشان پس درهای بسته گذشت و معلوم نیست که آنها اتهام اعلام کرده مقامات را تا کجا قبول کردند. در شبکه‌های اجتماعی نوار عذرخواهی دو بلاگر تاجیک نشر شده است که برای فعالیتشان از ساکنان عذرخواهی می‌کنند. آنها در مراجعتشان وعده کردند که من بعد در صحیفه‌های خود مطلب‌هایی را که شأن و شرف دختر تاجیک را پس می‌زند نمی‌گذارند. یکی از مراجعت کنندگان رفعت جمشید است که در اینستاگرام فعال است. او در نوار اقرار می شود که در جوانیش نوارهای را در صحیفه‌اش نشر کرده بود که از آداب دور بود و حالا از این کارش پشیمان است. او گفته است همه نوارهای قبیح را از صحیفه‌اش پاک کرده است. نفر دوم که خود را صنعتکار میگوید از کارمندان مقامات ملیسا اظهار سپاس می‌نماید که سری وقت آنها را از این کردارهای غیر قانونی که آنها آگاه نبودند پیشگیری کردند. معلوم نیست که این نوارها کی و در کجا ثبت شدند و این بلاگران با اختیار خود صحبت کردند یا نه. اما در یکی از نوارها دیده می شود که بلاگران ظاهراً متن از قبل آماده شده را می‌خوانند. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی به خبرگزاری آزیا پلوس خبرها درباره اینکه ثبت را مقامات کرده باشند رد کرده است. او گفته است شاید این زنها میان آنهایی که کارهای فهماندهی گذرانده شد اشتراک داشتند. عذرخواهی این نفران در حالی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که چند پیش مقامات یک دختر 18 ساله را برای پهن موادهای ضد اخلاقی 10 شبانه روز به حبس گرفتند. دهها کاربر شبکه‌های اجتماعی از این اقدام مقامات طرفداری کردند اما برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی آن را نقض حقوق انسان نامیدند. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان پیشگویی کرده است که باریدن برف و هوای سرد در حدود تاجیکستان تا 9 دکبر ادامه می‌کند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از خطر آمدن ترمه در راه دوشنبه خوجند هشدار داده از ساکنان خواسته است بی ضرورت به سفر نبرایند. در آغاز سردی‌ها ما از ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان پرسیدیم که آمادگی آنها به زمستان و برف چگونه است و پاسخ آنها را یک جا می‌بینیم. سویت نیست، علوی نیست. خیلی نمی‌خواد خودم فهمید. کمور بینه چه قیمت خرید کردن قینده. مردی نباشه که با میسا کار کند و خرد. خیلی شگانه خدا سویت است. خیلی با اولیای ما کمر میگیریم با چکل علوی. سیتام میبرن هضم کردن نمیتونیم. و چی حالی زوره که گوی از میستونه پس سر میریم. اما و خشم میگم که همین ماه دکبر یانور فوریه هم قصدی قیمشیم که همین نمیدونیم که سراغ نمینه اینجا میایم که در خونه شما میشینیم وره که با سرما که گفته موچ که گولاکو نمیشینن همین مشکلی ما که دمی هست که میز میستون به حد قینه طویل داره قشلاق جا هست ما همشان پیشگوی علیه کار میفرمیم اقدر سویت و نیاز نداریم خیلی شب باشد در کار لیکن اقدر روزانه با نیازی نیست کمتر هسته اون درجه لیکن البته به سویت هم نمیشه ذخیره خانگی همین مثال خانگی هیزون همین با چیزی باید میکنیم کپک مپک کلیزون میکنیم همین که کلو داریم خالی میدونیم کون خالی میدونیم مردم که کون خالی سویت بریم کون خالی میدونیم اما ذخیره داریم چا کمو یه مردک دارم پنسیه میگیره پنسیه و میگیریم که خریده علاوه میکنیم اگه اون کمودی نیست
سال‌های این بدتر بود گذشت رفت که کم بودی نیست همش تحت نظارت همش رحمت. بیننده‌های عزیز شما هم می‌توانید زیر این برنامه نظر خود را به ما نویسید. اعتراضگران در شهر اولانباتور پایتخت مغولستان 5 دکبر تلاش کردند که به بینای حکومت وارد شوند. آنها تحقیق فسادکاری‌ها و استعفای حکومت را طلب دارند. در این باره نشریه حزب حاکم مغولستان монголин унен خبر داده است. اعتراضها در اولانباتور 4 دکبر بعد رسانه‌ای شدن دزدی انگشت به مبلغ 12.9 میلیارد دلار آغاز شدند. تظاهرگران با طلب تحقیق دزدی منبع‌های طبیعی و پول‌های بودجه افشا کردن نام قلابان و استعفای حکومت در خیابان مرکزی شهر جمع شدند. برخی از تجمعگران در دست پرچم ملی و لوحه‌های را با شعار دزدی مردم را بس کنید در دست داشتند. در سومین شهر بزرگترین مغولستان در خانز آشکار کردن نام قلابان و مصادره اموال آنها را طلب کردند. تظاهرگران با شعار ضد دزدان متحد می‌شویم به کوچه ها برآمدند. رسانه ز اینتلی‌نیوز خبر داده است که وضع جاری در حکومت مغولستان 3 بار بررسی و نسبت به شرکت دولتی استخراج کننده انگشت اردنست توان تولگوی نظام مخصوص جاری کرده شده است. رستم امامعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی در جلسه 15 اسامبله پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی در مسکو از وضع مرکب مرز تاجیکستان و افغانستان گفته است. او در این نشست که روز 5 دکبر در روسیه برگزار شد درباره اختلاف‌های صحبت کرده است که به گفته او برای رشد اکثر کشورها مشکل ایجاد می‌کند. با نوشته سامانه مجلس ملی رستم امامعلی نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان همچون سرحدات جنوبی منطقه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مستحکم کرده شود. نگرانی مقامات تاجیکستان از وضع افغانستان بعد به قدرت رسیدن طالبان زیاد شد. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 6 دکبر بخبر نمانیم. 6 دکبر سال 2006 پارلمان روسیه گفت برای تنظیم روند مهاجرت به این کشور کواتا یا معیار قبول به کار در کارخانه‌ها را جاری کرد. تاجیکستان که با روسیه نظام بی‌روادید دارد یکی از این کشورها شد. سالهای مختلف کوتای کاری برای خارجی‌ها در حدود 2 میلیون نفر مقرر شد که صدها هزار جای کاری اون به تاجیکستان پیشکش شد. حامیان حقوق میگویند در اصل شمار کارجویان در روسیه از جمله از تاجیکستان 5 تا 7 برابر بیشتر از کوتا است. از این رو باز هم صف زیادی مهاجران به طور یکه جویای کار میشوند. 6 دکبر سال 2017 بر اساس اصلاح قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان تأسیس حزب‌های دینی منع شده، مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی بود که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب دینی در آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت‌های تروریستی منع کرد. خود این حزب تصمیم مقامات را ناعادلانه ارزیابی کرده گفته است تصمیم بستن حزب بر اساس اتهامات بی‌پایه گرفته شده است. این تصمیم مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی شد. بنابر معلومات تاریخ‌شناسان ماه دکبر سال 1720 زمان فوت شاعر معروف فارسی تاجیک میرزا عبدالقادری بیدل است که در هند زندگی و ایجاد کرده است. اولادهای او از سمرقند به هند کوچیدند. بیدل از آن روشنفکرانی بود که در مسائل فلسفی و عرفانی از تعلیمات مکتب و مذهب‌های گوناگون رایج در هند بهره برده آن را با افکار عرفانی مولانا و ابن عربی آمیزش داده است. محیط اعظم، عرفان، طلسم حیرت، چهارمسور، دیوان و دیگر اثرهای او تا امروز رسیدند. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان www.azadi.org پیدا کنید. روزتان بخیر باشد.